خب درودی دوباره خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی من. یه نکته خیلی خیلی حائز اهمیت رو لازم دونستم که خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم. دوستان ببینید، جاساس، قلک جزو کارهای بسیار سبک و دم دستی هستش. خب شما اول باید بدونید جاساسا کجا میاد. اینو همیشه آویزه گوشتون کنید به عنوان یک دوستی که تجربه کاری تو این کار خیلی داره. عرضم به خدمتتون که تمامی جاساسهای ما در نزدیکی حریم روستاها قرار داره. یعنی 300 تا 700 متری روستاهای ما جاساسامون اونجا قرار داره. در کجا قرار داره؟ در همین مکانهایی که شما میبینید در دل این صخره ها جاساسها رو قرار میدادن. حالا جاساسهای ما چیه؟ میتونه اموال شخصی یک نفر باشه، برای جلوگیری از غارت و تجاوز دزدان، راهزنان، داروغه‌های آن زمان که مالیات‌های بیشتر رو از مردم طلب می‌کردن. 2. برای هدایا و نزورات بوده، در کنار چشمه‌های نامی، در کنار محیط‌هایی که چشمه‌های 7 چشمه قرار داشته و در کلیپ قبلی هم خدمتتون ارائه کردم چشمه‌های نامی، چشمه‌هایی که فلسفه داشته باشه. عمق این نوع کارها زیاد نیستش، ضخامت در پوش این کارها زیاد نیستش، میتونه از 5 سانت تا 30 سانت در پوش این کارها باشه. پیدا کردن این کارها هم خیلی خیلی آسون نیست، اما شما اگر تجربه این کار رو داشته باشید، توی این محیط ها جولان داشته باشید، برای شما راحت. دوستان ببینید، هر معماری، هر کارگزاری، هر کسی که دفینه شخصی یا دفینه خودش رو پنهان کرده در زمانهای قدیم، برای خودش یک آثار میذاشه، نه برای من و تو، برای خودش که بتونه دفینه‌ای رو که پنهان کرده در دل این صخره ها پیدا کنه. برای من و تو سخت و پیچیده است، اما برای اون بسیار راحت و مبراست. چگونه؟ خب ببینید، میومد یک محیط رو انتخاب میکرد به مانند همین محیط، سنگ بزرگ رو نشونه خودش قرار میداد، طلوع آفتاب، غروب آفتاب را برای خودش معین میکرد. این الان در شرف غروب آفتابه، صخره بزرگی که اینجا داریم. میتونه تو همین محدوده ما جاساسای خوبی رو داشته باشه. بهترین نوع برای کسانی که آماتور هستن یا مبتدی هستن، سیستم های فلزیاب، سیستم های مانند پین پوینتر که بهترین جواب رو براشون میده. امیدوارم که در مورد این نوع آموزش هم موفقیت رو کسب کرده باشید. خدا نگهدارتون.